وجوب زیارت سید الشهدا سلام الله علیه و سایر ائمه معصومین صلی الله علیهم اجمعین در عمومات و خصوصات از ادله ذکر شده و مشهور علمای متقدمین قائل به وجوب شدند که اقوال عده از اینها گذشت و اما علمای متأخرین که غالبا قائل به استحباب و یا استحباب مؤکد شده اند، وجه جمع بین قول متقدمین و قول متأخرین در چیست؟ از یکی از کبار مراجع ساکن در نجف اشرف به مرات و کرات شنیدم که ایشان میفرمود وجه جمع در این است که زیارت، اصل زیارت بما این که پیمان بستن با امام معصوم است و بیعت کردن با امام معصوم است و عهد بستن با امام معصوم سلام الله علیه است و بما این که مودت که همان اظهار محبت هست نسبت به خاندان عصمت و طهارت واجب هست و از اوجب واجبات و از اوکد مؤکدات هست، اصل زیارت واجبه. و اما این که این زیارت در فلان روز معین، در فلان ساعت معین، مشیان، راکبان و از این قبیل موارد، بله اینها استحباب و همان استحباب مؤکد هست. پس وجه جمع اقوال متقدمین و متأخرین در این است که اصل زیارت واجبه و اما هر کدام به تنهایی به نظرت الوحیده بله استحباب دارد.